این مسئله آمریکا و ایران اینی که شما میگید مرگ در آمریکا، این یه شعار نیست صرفاً، این یک خط مشیه. علتش هم همین است که گفتم، آمریکایی ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 به آخر دهه 50 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کردن، هر جور توانستن ضربه زدن، از لحاظ مالی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی‌های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. آمریکایی‌ها پشت اینها قرار دارن. تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت. اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه. لابد بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار کرده.